5 تا از طولانی ترین جنگ های تاریخ در رتبه 5 جنگ های بیزانس و بلغارستان. جنگ های بیزانس و بلغارستان از اهمیت خاصی برخوردارند. این مجموعه از درگیری ها به مدت 675 سال میان امپراتوری روم شرقی یعنی بیزانس و پادشاهی بلغارستان جریان داشت. رتبه 4 جنگ های روم و ایران. جنگ های روم ایران جایگاه ویژه‌ای دارند. این درگیری ها میان دو ابرقدرت بزرگ جهان باستان یعنی امپراتوری روم و امپراتوری ایران در دوره‌های اشکانی و ساسانی به مدت 700 سال ادامه داشت. رتبه 3 جنگ‌های انگلستان و فرانسه، درگیری‌های پراکنده اما مستمر به مدت 706 سال از سال 1109 میلادی تا شکست دوم ناپلئون در سال 1815 میلادی ادامه یافت. رتبه 2 جنگ‌های رومی ژرمنی 78 سال. این درگیری‌ها بیش از 7 قرن به طول انجامیدند. از سال 1013 پیش از میلاد تا 5093 میلادی یعنی حدود 708 سال و رتبه اول جنگ ریکونکویستا 781 سال. این جنگ سخت و فرسایشی میان پادشاهی‌های مسیحی اسپانیا و پرتغال از یک سو و حاکمان مسلمانان اتفاق افتاد.